دادستان یا ایبدار کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است که 4 مأموری پشین ریاستی کارهای داخلی شهر دوشنبه از 15 تا 23 سال به زندان محکوم شوند. این 4 مأموری پشین پلیس به شکنجه ایبدار می شوند. خود آنها در دادگاه این اتهام را رد کردند. روز 22 نوامبر نماینده دادستانی کلی تاجیکستان به حیث ایبدار کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه طلب کرد که 4 مأمور پشین ریاستی کارهای داخلی شهر دوشنبه فرهاد نورخانوف، عوض سبزیف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین از 15 تا 23 سال زندان محکوم شوند. از جمله دادگاه گفته است که فرهاد نورخانوف که به چند اتهام از جمله شکنجه متهم بشود به 23 سال و 3 همکاری پیشین او به 15 سال زندان محکوم شوند. این مرافعه نزدیک 3 ماه است که در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. 4 مأمور پیشین ریاستی کارهای داخلی شهر دوشنبه نیم سال پیش در پی شکایت حمزه صالحوف، یک ساکن شهر دوشنبه بازداشت شدند. حمزه صالحوف که به نگاه داشتن 200 گرم مواد مخدر متهم شد، در شکایت خود گفت که از سوی این 4 مأمور پلیس شهر دوشنبه شکنجه شده است، اتهامی که خود آنها در دادگاه رد کردند. بعد از رسانه‌ای شدن این قضیه 17 نفر دیگر نیز به مقامات شکایت کردند که از سوی این 4 مأمور پلیس شکنجه شدند. مروفیاهی دادگاهی این 4 کارمند پیشین پلیس شهر دوشنبه نزدیک 3 ماه از در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد و قرار است فردا روز 26 نوامبر 4 کارمند پیشین پلیس و وکیلان دفاع آنها برآمد کنند و بعد از آن دادرس به خانه مشورتی می رود و ممکن است تا 1 هفته دیگر حکم خود را دادگاه اعلان کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.